هنرمایه آفرینندگی برد راه بر سوی پایندگی. درود و پیام های فراوان بینندگان ارجمندی تلویزیون سینما. نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است منظور شما. در نشر امروزی برنامه با حضور استاد محمد علی مظفری، عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان، همچنین دیرکتوری مرکز آنتروپولوژی نزد ریاست اکادمی ملی علم های تاجیکستان حضور دارند. نفری که یک عمر عزیزی خود را صرف آموزش و تحقیق در رشته علم آنتروپولوژی یا انسانشناسی صرف کرده است و از همه مهم سالیان درازی سر موضوع تصنیفات کلاسیفیکاسیون دانش و علم تحقیق پژوهش کرده است و در اساس آموزش ها و مشاهده ها و تجربه ها و مطالعات زیاد یک نظامی کلاسیفیکاسیون یا تصنیفی منظمی علم و دانش را تهیه کرده است که چند سال است اون در چندین جا هم به اصطلاح معرفی یا پرزنتاسیون کرده است، در اداره‌های گوناگون، هم در دانشگاه ملی، هم در اکادمی علم ها، هم در اداره‌های دیگر، مؤسسات دیگر دولتی هم و غیر دولتی هم این موضوع مطرح شده است و خواستیم که در 10 روزه علم خیلی همین گونه چهاربینی ها در سطح اکادمی با حضور دانشمندان دایر می‌گردند و یکی از همون بحث هایی که در همین 10 روزه علم بررسی می شود همین تصنیفاتی سیستموی دانش و علم است. به این منظور ما نام مانده برنامه ما تصنیفاتی سیستموی دانش و علم و ضرورت امروزی. تشکر استاد که دعوت ما رو پذیرفتید و از همینجا استاد شروع کنیم که همین تصنیفاتی که شما انجام دادید و نامش ماندید علم شناسی و تصنیفات سیستموی دانش و علم از کجا سرچشمه گرفته، چی گونه صورت گرفته؟ من تا اونجا که خبر دارم از سال 87-88 زمانی که در مسکو در انستیتوت فلسفه کار و فعالیت میکردید از اونجا سرچشمه میگیره جستجوی. از همینجا شروع کنیم بعد دنبال بحث می‌آییم. مرحمت استاد. بله تشکر. که شما درباره ضرورتی منم تصنیفات گفتید. در همه دور و زمان از انتیقه سر کرده عصرهای میانه، زمان نو، زمان نوترین همین متفکران یک تصنیفات پیشنهاد کردند. از آن جمله از افلاطون سر کرده تصنیفات علم، شاگرد وی ارسطو یک تصنیفات علم دارد. آمده از خودمون اگر کردیم ابوعلی ابن سینا دارد تصنیفات علم، فارابی به همین کار مشغول شده، اهل تصوف هم به همین تصنیفات دارن، همیشه تصنیفات دارن. خب در غرب این مسئله بسیار اکتوالی روزمره بود. هر یک متفکر تصنیفات خود را پیشنهاد کرده است. ضرورت همین تصنیفات اکنون در همین دور زمان در چی است؟ هر یک متفکر کوشش میکرد که همین وضع شعور جامعه را بفهمد که همین جامعه که زندگی میکنیم در خاطره مردم، در عمل مردم چی شکل دانش است و کدام شکل دانش، یعنی دانش راهبر راهرو است و خب یا که دانش است یا که علم است. برای همین این نه بلکه برای تعلیم دادن در مکتب ها و در سیستم معارف و در اکادمی علم ها، بلکه فهمیدنی شکل شعور جمعیتی بود. این شکل شعور جمعیتی به 7 تقسیم می شود. در خاطره ما، در تفکر ما شعور سیاسی هست، شعور حقوقی هست، خب فهمش دینی است، خب فهمش زیبایی شناسی است، فهمش اخلاقی است، فهمش فلسفی است، یعنی خاصه علمی است. انا همین ها همه وقت در سر هر یک شهروند و یک فهمش هست. اینا همش در مجموع اگر گیریم اینا همش دانش هستند. یک شکل دانشی که با آموزش یگان چیز نگرانیده شدگی است. شکل‌های دانش از علم تفاوت دارد. هر یک دانش وقتی که به یک نظام معین است، یکم که در خاطره باقی میمونند. یک نظام، یک ترتیب معین داشته باشد. خب همین ترتیب و همین تصنیفات عموما در علم شناسی میگویند. علم شناسی یعنی علم ها که گوناگون شکل های گوناگون میشد، نه که یک معلوماتی پره عمومی درباره علم ها که اگر در همین تصنیفات ظاهر می شود، همین یکی از مقصدهای اساسی علم شناسی همین هست.
برای همین ما کوشش کردیم که البته در تاریخ علم فقط تصنیفات علم وجود داشت، تصنیفات دانش نه. ولی ما کوشش کردیم که همین این جدا سازیم، هم تصنیفات دانش نشان دهیم که کدام شکل‌های دانش میشد، هم علم رو نشان دهیم. همین تفاوتی من همین تصنیفاتی پیشنهاد کرده شده از همین عبارت است که شکل دانش از علم جدا کردن. شما خیلی خوب تصنیف کرده و نامش مانده تصنیفات سیستموی، یعنی منظم دانش و علم، و در سرگه همین فلسفه را گذاشتی. بله، یکم که تصنیفاتی که در تاریخ شدگی است اینا به نوبت گرفته شده است. متفکری که من نمبر کردم تصنیفاتی که در قدیم شد در عصرهای میانه به نوبت گرفته شده است. این اول. دوم این که این یک همچون به طریق شمارن یکی اینا نمبر کنیم، این نه، این تصنیفات نمیشد. اگر تصنیفات به طریق تنظیم شدگی، به طریق سیستمایی اگر نباشد، به طریق منطقی اگر نباشد، و تصنیفات حسابیده نمیشد. یعنی نمبر کردن میشد، فقط نمبر کردن دانش علم میشد. این به طریقی است که در علم منطق هست از یک قدم از کل به جز، از جز به کل. انا همین از کل به جز به اینو گرفته شده. ددوکسیون و ایندوکسیون به اینو گرفته شده است. بعد یک پرینسیپ دیگر در علم هست، پرینسیپ سوباردیناتس و کاردیناتس فاکت ها، یعنی درجات از درجه بندی که از کل به جز میبیاد. اینم به اینو گرفته شده است. اما مثلا اون که برای چی فلسفه در بین است، در تاریخ فرهنگ، در تاریخ تمدن از این علمی وسیع‌تر، دانشی وسیع‌تر نبود. مثلا در یونان مفهوم علم نبود. مفهوم علم مفهوم عربی است. دانش مفهوم تاجیکی است. اگر از این که وسیع‌تر که نبود، هم تاریخاً هم منطقاً این در سرچشمه می‌افتاد. در سرچشمه دانش علم همین فلسفه می‌افتاد. یگان علم جزئی ما نمیتونیم که در اینجا در سرچشمه گذاریم، برای اینکه گفتیم که از کل بجز همه خیلی میبیاد. بعد از این تقسیم بندی میشه. مثلا در علم ها هستن، علم های طبیعت شناسی، علم های گومانیتری میگن، علم های انسان شناسی میگن، علم های تکنیکی میگن، علم های خواجگی قشلاق میگن. علم ها گوناگون هستند. در سرچشمه یگان علم به جای فلسفه گذاشته نمیشود. اونا همش محدود هستند. یعنی یاد رویا که هسته همه علم ها، هستی که همه را جنبست میکند، همین فلسفه است. اگر فلسفه در شکل یک این در نگاه کنید در بین گرفته شدگی است. وقتی که ما فلسفه که میگیم در نظر داریم همین فلسفه سر و کار دارد با آموزش هستی و با آموزش معرفت. همین دو چیز در یک جایگی همین فلسفه را تشکیل میکند. بعد کدام علم و کدام دانشی که نباشد سرچشمه از همین هستی میگیرد، یعنی هستی شناسی میگیرد و از معرفت. به هر حال این مسئله معرفت است که در زبان یونانی گنسیولوژی میگن، در زبان یونانی این انتولوژی میگن. از همین آغاز میشه که یگان علمی جزئی موقع فلسفه را گرفته نمیتوند. اکنون در اینجا من اگر دقت کنید در اینجا با سرخ نشان داده شدگی هستند. علامت ها سرخ نشان داده شدگی است. سرخ سبز است، اینجا کبود هست. این همین سرخش معنی که اینا همش دانش هستند. یعنی دانشی مقرری است، دانشی اساطیری است، دانشی دینی است، دانشی بگیم که تا حتی اینجا دانش‌های هست که با سحر و جادو هم هستن. همینجا اومده همه شکل دانش در 12 شکل همین دانش‌ها آورده شدن همینجا جدا. کدامش که به شکل هستن اینا علم نیستن. مثلا علم گفته ما چی رو میگیم؟ علم گفته ما همون دانشی رو میگیم که در تجربه به دست آمده باشد، نتیجهش تکرار پذیر باشد و وقتی ثبت شدن این بعد که به طریق عقلانی باشد و در آخر به طریق سیستمایی باشد. اگر دانش همین با همین معیارها جوابگو باشد این دانش علمی است. برای همین شکل‌های دانشی که 12 تا ما نمبر کردیم اینا شکل‌های دانش هستند که علم نیستند. گرچه که علم خودش دانش است، لکن دانشی است که با یک معیارهای معین جوابگو است. در همین شکل ما تصنیف کردیم که انا کن از چی آغاز میشد؟ مثلا ما میگیم شکل‌های هستی. 4 تا شکل هستی است. یکم کیهان بیکران. من بسیار سخن‌های بهترین از پیشوای ملت درباره همین تعریف علم داده شده است. علم پیشوای ملت میگه که علم و مثل مشعل فروزان است که پیش نظر انسان افق‌های نوی ترقیات را برای چندین عصرها می‌گشاید. بنیانخانه پراسرار کیهان بیکران روشنایی می‌اندازد. بسیار تعریف پر است.
اینجا هم مسئله دانش با نوبت میگیرد، هم مسئله تعریف علم با نوبت میگیرد. برای همین ما در اینجا گذاشتیم. من همین تعریف علم از بسیار کتاب‌ها دیدم، مقایسه کردم، بهترین این همین تعریف علم همینجا پر داده شدگی است. هم با تاریخش، هم با آیندهش هست، هم تفاوتش بین دانش علم است در همین تعریف. انا اکنون در اینجا سرچشمه میگیرد که مثلا 4 تا شکل هستی است. شکل کیهانی است، شکل متافیزیکی است، مابعد طبیعه، و این انسان هست، جامعه است. همین 4 شکل هستی است. وابسته به 4 شکل هستی علم ها تقسیم بندی شدند. همین 4 شکل هستی را میآموزد، یک تاش میآموزد متافیزیک ما نشان داده شده است. و اگر دقت کنید متافیزیک را به شکلی ما چی گرفتیم؟ سر گرفتیم. یعنی تفاوت دارد. کیهان شناسی است، علم پره فلسفی است، انسان شناسی آنتروپولوژی است، اجتماعیات سوسیولوژی است. انا زمین ها سرچشمه میگیرند. از متافیزیکش اینها سرچشمه میگیرن، از 3 شکل دانشش دیگر رو سرچشمه میگیرن. این فقط چیزی که با هستی دخل دارد. با شکل معرفت یه بود دیگر هستند. در شکل معرفت داخل میشد اینجا مثلا پیش از همه منطق، بعد روانشناسی داخل میشد، شکل های روانشناسی داخل میشد و متن شناسی. اینها شکل های معرفت هستند. تفاوتش در چی؟ آن چیزی که هست ما فقط می‌آموزیم. آن چیزی که به معرفت دخل دارد، این از فکر، اندیشه و عقل ما میبراید، از درک ما میبراید، از فهمش ما میبراید. همین وقتی که ما میگیم معرفت چه در نظر داریم؟ اون دانشی که ما داریم و همه عالم می‌آموزیم، این به این نمی‌شود. اینها اگر که مثلا معرفت نباشد، آموزش همین شکل هستی غیر امکان است. برای همین دیگر خیلی تقسیم بندی نه دانش نه علم شدنش ممکن نیست. انا برای همین با همین شکل ما تقسیم کردیم که این شکلی سرخش گفتیم که این شکل متافیزیکی است، شکل کیهان شناسی است، این انسان شناسی است و نه این جامعه شناسی است. اکنون از همین وای کرده با در نظر داشتی این شکل‌های هستی، با در نظر داشتی شکل‌های معرفت، ما علم‌های فوندامنتالی را جدا کردیم. علم‌های فوندامنتالی درجه اول، علم‌های فوندامنتالی درجه دوم. در این شکل البته در دیگر تصنیفاتی که از این بزرگتر است همه اینها داده شدگی است و در حاشیه ما دادیم همینجا قریب از 1000 زیاد 1321 تا ما نشان دادیم. از همه 1321 اگر که ما تقسیم بندی کنیم و علم های کلا از جدا کنیم اگر در همین شکل میگیرد. ما نمیتونیم که همش تقسیم بندی کنیم، برای اینکه یک حاضر یک علم بنیادی، یک علم فوندامنتالی زیاده از 50 شاخه هاشو گوناگون شدن. برای همین این تصنیف وارد کردن همه علم ها نیست، فقط ما همچنین به طریق الفابet این نمبر کردیم که در یعنی تصنیف پرش همش نمبر شدگی است. در مجموع همه نتیجه گیری که از علم های جزئی است در این ثبت می شود، در علم های فوندامنتالی ثبت می شود. برای همین علم های فوندامنتالی همین در شکلی از معرفت اومدگی اینجا با خب از هستی اومدگی که من همینجا جنبست میشن. یک نکته دیگری که در صحبتمون دو سری اون تمرکز میکنید استاد، همین تصنیفات علم، تصنیفات سیستمی دانش و علم به صفت ضرورت امروزه در تمام مؤسسه ها پهن شد، مخصوصا مؤسسه هایی که دولتی هستند، مؤسسه هایی که علمی اکادمی هستند، مؤسسه هایی که تحصیلی دانشگاهی هستند. ضرورت به همین هست که بدونن که یک مشکل دانش چیه، چگونه تقسیم میشد و از این انا همون سخنی پروفسور بورنیر بود در نظر من، پروفسور امریکایی دایم شما میگفتی. اون یک بار دیگر برای بیننده ها توضیح بودی که چی میگه، دیگه در برابر خریطه سیاسی جهان باید در هر خاندان در هر خاندان تصنیفات. بله، سخنان بورنیر است، یک فیزیکی مشهور میگه که من همه وقت آرزو میکردم که همین خریطه علم در پیش هر یک مکتب بچه به مانند خریطه سیاسی جهان باشد. خریطه علم من همین خریطه که این اساساً به همه مؤسسه‌های تعلیمی داخل دارد، از مکتب ابتدایی سر کرده، مکتب میانه، مکتب عالی، عموما در تمام ساحه‌های و انستیتوهای اجتماعی که سر و کار با علم دانش دارند، البته این در کار است، ضرورت دارد. همین در جنبه است.
همین علم شناسی متاسفانه در ما همین کورس علم شناسی نیست. باید که کورس علم شناسی در مکتب میانه هم باشد. حاضر به نظر شما در روسیه و در اینجا همین شکل تعلیم هست؟ نوکویدینی میخوان؟ نوکویدینی این یک سمت اساسی است که در مجموع در مکتب عالی همین علم تا کدام درجه رفتگی است، تا کدام درجه سمت های علم نشان داده شده. باید مکتب بچه تصور داشته باشد. فقط یک اختصاص مثلا بیولوژی است، شیمی است، متماتیک است، فقط نه، این محدود است. باید که بداند که همین علم چقدر امروز دانستن در کار که علم چقدر سمت های گوناگون دارد. مثلا ما درباره اینتلکت صنعی گپ زده استادیم. بعد مکتب بچه بداند که این اینتلکت صنعی در زمینه کدام علم با وجود آمده است، این سمتی کدام علم است، این چی هست، تفاوتش، اینا رو دانستن در کار. ما اگر که اینها رو ندانیم، اگر این از تصنیفات برمی بیاد، تصنیفات ندانیم، اگر در شعور مکتب بچه همه وقت یک سمتی مشخصی ناپوره دانش علم باقی میماند. وقتی که مکتب بچه که اینه که آموخت میداند که این قدر علم ها بوده است، اقلا در اساس فهمیش سمت های علم جهانبینی تشکل می‌یابد. در این سلسله استاد که اومدیم، شما همچون آنتروپولوژی که انسان شناسی در تایسون رقم یک شمایی، مرکز آنتروپولوژی هم سالهای سال شما مدیریت و رهبری میکنید. در همین نظامی که سیستم ای طبقه بندی که شما کردید، آنتروپولوژی در اینجا جایگیر است، چی موقع، چی جایگاهی دارد، چی خصوصیاتی که ویژگی متحد کننده دارد؟ بسیار سخنی با مورد گفتید. من همینجا در همین شکل ها رو جدا کردیم که شکل متافیزیکی گفتیم، کیهان شناسی گفتیم، آنتروپولوژی گفتیم، سوسیولوژی گفتیم. شکل های هستی. شکل های هستی. چون که انسان یکی از شکل های هستی است. یک تاش کیهانی، یک تاش عالم بیکنار، اینا پیشوای ملت جا کیهانی بیکران. انمی کیهانی بیکرانی که گفته پیشوای ملت هست، انمی کیهانی بیکران هم متافیزیک به میدرود. متافیزیکا. اکنون ما وقتی کیهان شناسی میگوییم، تنها متافیزیک در نظر نداریم، جسم ها و جرم های آسمانی، ستاره و سیاره اینها در نظر داریم. اینا شکل دارند. اینا که شکل دارند، حجم دارند. اینا را باید که علم یعنی کیهان شناسی میآموزد. این یک شکل. شکل دومش انسان است. انسان که نباشد همین شکل ها هم فهمیدن ممکن نیست، این هم فهمیدن ممکن نیست. شکل دوم است همین خیلی انسان. شکل سومش با دست انسان ما جامعه آفریدیم. این همین سوسیولوژی میاد. سوسیوم میگن چی؟ سوسیوم. انا که گفته که مقامای در چی؟ انا اینجا نشون داده این علم های آنتروپولوژی، انسان شناسی موقعش همین که همین انسان از یک جهت معنویش با علم های هم جامعه شناسی با دیگر دخل داره، روان پسیخیکش با دیگر، جسم بیولوژیش با دیگر، یعنی توأم کننده دو سمت است. همین انسان هم بیولوژی میآموزد، هم در اجتماعیات میآموزد. یگان ابیکت دیگر در جای انسان موندن ممکن نیست. برای همین یک خصوصیت توأم کننده، جنبست کننده، میان روی دارد همین آنتروپولوژی. که دیگر علم ها را به هم پیوست می‌کنه. برای چی؟ برای که خودی ابیکت انسان همچون ابیکت آموزش در بین است. برای که هم مخلوق بیولوژی هست، هم معنوی است. اینا مثلا کیهان شناسی نمیتوند، اجتماعیات اینا نمیتوند، فقط خودی همین آنتروپولوژی میتوند. خودی آنتروپولوژی زیاده از 49 علم در بر میگیرد. همین برای فهمیدن طبیعت ماهیت انسان 49 تا سمت علمی وجود دارد که انسان هم میآموزد. از آن جمله 23 سمت طبی است. همین طب از کی از کجا برمی بیاد؟ طب از همین آنتروپولوژی میاد. من اینجا نشون دادگی از انسان برمی بیاد همین علم طب. اکنون برای همین موقعی مابینی دارد، در بین علم ها است که علم های طبیعت شناسی رو با علم های جامعه شناسی توأم میکند. انا موقعی آنتروپولوژی همین است. اگه این باید که در مکتب ها از صنف 7 در یادتون باشد یک درس بود آدم. بله بود. در صنف 8 میخوندن آدم. انا همون زمینه بود.
اناتومیا فیزیولوژیا گیگینا انا همین یک جایی میگفتن این سرچشمه و آغاز انا همین علم آنتروپولوژی است. اگه متاسفانه با همین یک مختصر در مکتب‌های میانه مکان خیلی میآموزند. یک باید که پر در صنف 10 باید که پر آموخته شد. یک متاسفانه اون کتاب آدمی که درسی که میخوندن فن آدم نام داشت، اون همون 3 جبهه تیپی را در نظر میگیره. با اون مثلا چیزایی که شما از دایره علم های فلسفی و اینا که بررسی میکردن انسان که در تعریف آنتروپولوژی دوی میگوید که آنتروپولوژی ماهیت طبیعت انسان میآموزد. که ماهیت طبیعتش است. طبیعتش که مربوط من این علم های دیگری هست که شما سلسله بندی کرده که 49 تا علم اینا میآموزد. به هر صورت استاد چی فکر دارید که این تصنیفاتی که کردی، تصنیفاتی که انجام دادی و خیلی زحمت هم کشیدی، من فکر میکنم اگر اشتباه نشد 20 سال زیاد بیشتر 15 سال اخیرش فقط در اون سپریش ایستاده است که شما اینا تجدید میکنید، تجدید نظر میکنید و همون اخیراً همون 1321 نامگویی که برچیده و اینا رو یافته پیدا کرده، اینا در اون کلاسیفیکاسیون کلانی که کرده جا گذاشته. همین نکته اخیرون و خلاصه شما استاد فهمیم که همین امکانی داریم که در تمام مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و تحصیلات عالی کسبی حد اقل اینا جا کنیم تا که محصل ما، مکتب بچه ما و دانشجوی ما از این سو بهره بره. آرزوی منم با مانند هم آرزوی بارنی همین است. همین که در مکتب‌های میانه، در مکتب‌های عالی من یک کوشش وزارت معارف در کار که همین عملی گردد. این در اساس این جهانبینی بچه تشکل می‌یابد. همه وقت دعوا داریم که جهانبینی بچه جهانبینی علمی باشد. آخر علم فقط بچه هم یک پردمت می‌آموزد، به این قضیه جهانبینی علمی تشکل نمی‌یابد. این باید که یک معلوماتی پره درباره جهانبینی چی گفته؟ جهانبینی همون اندیشه رو مینامند که درباره طبیعت، درباره کیهان، درباره پیدایش کیهان، درباره مقام انسان در کیهان، مقام انسان در جمعیت یک معلوماتی پره باشد. اگر همین معلومات علمی باشد، جهانبینی علمی تشکل می‌یابد. لیکن برای این بچه فهمیدنش در کار که جهانبینی این کیهان به کدام علم ها می‌آموزند، ما چی نتیجه گیری کنیم از این؟ اگر این بچه اگر نداند در توصیف فیده نباشد، اگر یک اختصاصی مشخص میگیرد و میگم من بیولوژ، من مثلا متماتیک میخوام یا که من زبان شناس، در این تشکل یافتن جهانبینی غیر امکان است. برای همین یک معلوماتی پره لازم. کیهان بیکران است. باید یک معلوماتی پره باشد که بچه از صنف 10 زمینه جهانبینیش تشکل یابد. انا برای این بسیار مهم است. این همین علم شناسی اساسا اگر علم شناسی پر نگیریم، باید که اساس های علم شناسی در مکتب میانه در دانشگاه ها باید که درس داده شود. اگر این خیلی باشد، اگر بچه تصور پیدا می‌کند. اهمیت همین هم در همین است. اهمیت همین که همین علم ها با هم چی هستند؟ ما خیلی کنیم که یک معلوماتی پره درباره طبیعت انسان جامعه ما حاصل کنیم. یعنی معلوماتی ما در شکلی فقط دانشی که مقرری هست نباشد. اندیشه ما مثلا بیشتر در زمینه مدنی دانش ها محدود میشه. تشکر با شما استاد که وقتی خود را دریغ نداشته با برنامه ما اومدید. یک موضوع مهم و فکر میکنم خیلی موضوع کلیدی است در نظام دانشداری امروزی ما، موضوع تصنیفات سیستم علم و دانش. باور داریم که بیننده ارجمند ما از این صحبت مقدماتی که همراه کردیم چیزایی برداشت و حتما موضوع را دنبال میکنیم. رسیدیم به پایان برنامه. روزگاری خوش و بردوام و ایام بکام.